وقتی که پدر مادر سحر که از تو راضی باشند، دو دروازه از دروازه های جنت برای تو گشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم گشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، یک دروازه جنت برای تو گشاده هست. و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیتا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند، رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، دو دروازه از دوزخ برای این